خوش هموطنان عزیز بخشش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر این تلفن ها را دیگر خیلی از ودید کرده است. انشالله امید داریم که این دفعه قطع نمی شود. یعنی فکرهای مرا مردم شریف تاجیک گوش میکنند، میفهمند و قبول میکنند. این غمنیت رحمانوف، این دشمنای الله، دشمنای رسول الله با فرمان این پرسگ امروز رفته تمام مردم شریف تاجیک را در ماه شریف رمضان عذاب داده ایستادند. خانه به خانه گشته در خراسان تلفن های آنها را با خود برده مردم را عذاب و اذیت داده ایستادند. اینها پیروی رحمانوفی کافری مطلق هستند. هموطنان عزیز، جهاد بر ضد این توده اوباش حرامزاده کیم کیها فرض شده است. این بیزنسمن های ما همش تلخکفند. سبحان الله، برآمده از حقشان طلب نمیکنند. رحمانوف اهل و بیتشان را بدین کرده ایستاده است. حتی یک تلفن خریده داده نتوانستند که ما حداقل شما گپ زده نمیتوانید، ما مبارزه پیش بریم. توکلاتون به الله. محمد تقویف تا روزی که است، تا نفس میکشد، تا قلبش از تپیدن باز نماند، بر ضد این توده اوباش، بر ضد این حرامزاده ها مقابلیت میکند. برای آنکه اینها بر ضد دین ما، بر ضد الله ما، بر ضد مقدسات ما برآمدند. با فرمان امام علی شیطان حرامزاده دشمنی ملت تاجیک. ما انشاءالله رحمان تا آخر می رویم. ما وظیفه ما مادر و خواهر تاجیک از ظلم و ستم این حرامزاده پدر لعنتی نا تاجیک مغول و منقید رها کردن است. اینها امروز این مردم را به صاحب یافتند. تمام جوان مردا در بدر و خاک بسرند. امروز می روند مادر و خواهر تاجیک را عذاب و اذیت می دهند. یعنی روزه ندارین، نعوذ بالله، اذان بلند نگوین. انا همه خیل مبارزه بر ضد دین ما برده ایستادن. هموطنان عزیز، شما حرامزاده های بی خدا، شما دشمن های ملت تاجیک، یک چیز را فراموش نکنید. شوروی چند سال زور زد، این دین را از بین برده نتوانست. بیهوده میانتان را نشکنین با پرخاک رحمانوف. انشاءالله رحمان ما حتما پیروز خواهیم شد. شما توده اوباش حرامزاده را با زوری سلاح یک بره خواهیم کرد. اینها را هموطنان عزیز حتی بر ضد دین ما برآمدند. اینها میخواهند که ما را بدین کنند، رنگ خودشان رقاصه کنند. یک رحمانوف با اولاد دزد و غارتگرش، یعنی با یک توده اوباش حرامزاده، نمیتواند که 8.5 میلیون تاجیک را شکست دهد. ما باید همه کسا یک دست شویم. اگر این شخصانی که میخواهند که بدین شوند، یعنی دین زردشتی، فقط پیشروی دین زردشتی، اینها علاب کنو در گرد همون علاب رقص و بازی و کنجنبانی و دیوانگی کن. دیگر یگان پیشروی ندارد دین اینها. این ظالم بدبخت این مردم را جاهل و نادان دارد. این مردم البته شوهراشان نیستند در تاجیکستان، پدراشان نیستند، برادراشان نیستند، فرزنداشان اینها را بعد باور میکنند و جاهل و نادان میشوند. ما متاسفانه دین ما را، مقدسات ما را از بین اینها میبرند، از دست میدهیم. باید تمام جوان مردا با وطن برگردند. این توده اوباش را، حتی اینها بر ضد دین ما برآمدند، بر ضد الله ما برآمدند. الله ما اجازت دادگی است که اینها را باید قتل کرد، اینها را باید بی ضرر کرد. الله مهربان گفته است که هر انسانی که ضرر میرساند به شما، یعنی آنها را
نست و نابود کردن این فرض و هم قرض است. اینها خود همین کتفی همین عرقه مردم تاجیک به سوار شدن. ما کتف میگویم، طرف های دوشنبه عرقه میگویم. با زبان این هموطنان ما فهموندیم که همون پشت شما با یعنی سری کتف شما با اینها سوار شدگیان. طوری سری شما با برآمدن شما تمام چیز را از دست میدید. حالا که ما فرصت داریم اینها را با زور سلاح یک باره کردن هم میشود، اینها را با بیل و کلند با سنگ هم سنگسار کرده میشود. این حرامزاده ها با فرمان الکش رحمانوف حرامزادی مادر به خطا رفته میخواهند که این دین ما رو یعنی سیاه کنند، این دین ما رو از بین برند، ولی نمیتوانند. اگر تمام مردم تاجیک یعنی مرغ شوند، ترسانچک شوند، یعنی ترسو شوند، نعوذ بالله رحمان فی حرامزاده را خدای خود شمارندو از این پرخوک قد اجل ترسند، الله مهربان هیچگاه و هیچگاه این پرخوک حرامزاده را پیروز نخواهد کرد، برای آنکه این دین دینی الله است. به همین خاطر باید مردم تاجیک بیدار شوند. ما تمام این نزدیکان ما را از بحرشان برآمدیم این ملت آزاد شود گوته. امروز مادری من بیمار هستند. خیلی من غمگین هستم در این ماه شریف رمضان که امکان است که مادرم را من از دست دهم. هموطنان عزیز، باید شما بیدار شوید اکنون. سبحان الله، باید شما چشم باز کنید. فردا روز قیامت شما چی میگویند در نزد پروردگار خویش؟ این دنیا هیچ چیز نمانده است. سبحان الله، نه پولت فایده میکند، نه مالت فایده میکند. سبحان الله، فقط همین دینت فایده میکند که فردا تو باید چی توشه بری نزد پروردگار خویش. ترسی پرخوک رحمان را توشه میبری. الله تو را عقل داد. الله مهربان گفت که کسی به دین تو خیانت کرد باید تو در دهان وی با مشت زنی. تو خاموش استادی. تو یک حرامزاده و با غمنیت مادر فروش و زمین فروش و کن فروشش ترسیدی. چرا از من نترسیدی؟ این سوال و جواب وزنی می شود. هموطنان عزیز، اگر ما به خاطر پول و مال دنیا می برآمدیم هرگز و هرگز این حرامزاده رو تنقیت و این حرامزاده رو یعنی برزیدش مبارزه نمی بردیم. باید شما هموطنان عزیز با سری بلند این عالم را پدرود گوییم، نه اینکه با ترس و وهم که اجازت داده است که تلفن دیگر کس را این غمنیت گیرد و کافت و کاف کند و وای درونش چقدر یعنی چیزهای عائلوی هست اینها تماشا کنند و اینها این مردم را عذاب و آزار دهند. این حرامزاده ها آنقدر میترسند که امروز مادرها را عذاب داده ایستادند که شما افراطی گفته. مردها را اینقدر در بدر و خاکبستر کردن، اکنون نوبتی مادر و خواهری تاجیک رسید. جوان مردم باید ننگ و ناموستان را بیدار کنید. ما انشاءالله رحمان با برادرها صحبت داریم. من اون روز گفتم که باید من بعد رمضان باید بر ضد اینها مبارزه را ادامه دهم، ولی این آوازی مادر را روان کردن من ماندم. نواری که تلفن قطع شد در آمده هموطن ها بینین که وای مادر تاجیک چی میگوید که خانه به خانه در آمده سگهای رحمانوف آدم ها را یعنی آنها همون داموله هایی که قرائت کردگیند و یعنی در اینترنت چرخ میزند همونها را گوش دارن، آنها را پرپیچان کرده گرفته برداشتن. پس اینجا معلوم میشود که جهاد بر ضد این تودای اوباش حرامزادی دشمن الله و دشمن رسول الله و دشمن 8.5 میلیون تاجیک کیمکای ها فرض شده است. اینها را والله بالله تالله کشته پرتافتن فرض شده است. هموطنان عزیز، این حرامزاده ها کیان که بر ضد دین ما میبرویند؟ این تودای اوباشی حرامزادی مادر به خطای دشمن ملت تاجیک دیگر کار ندارین. در ماه شریف رمضان میروین این مردم را عذاب میدین، این مردم را آزار میدین، این مردم را نمیمونین که روزی حلال شود، برق نمیدین که این مردم در روشنایی نشسته روزش را شود.
الله شما حرامزاده های خایلسی پرخوک رحمانوف لعنت کند که مجبور میکنین در همین ماه شریف رمضان آدم همی گپای زند. شما حرامی ها کیستین؟ شما از کدام دین و از کدام مذهب و از کدام یعنی ملت هستین که شما بر ضد این ملت برآمده امروز اینقدر آزار و اذیت میدین این مردم رو؟ به خاطر یک حرامزاده، یک کافر مطلق، یک دشمن ملت تاجیک شما دینتان را حرامزاده ها پایمال دارین با مردمتان. غمنیتی های مادر فروش و کل فروش و زن فروش. زنتان بردن تگ پای پرخوک رحمانوف پرفتین. مادر و خواهرتان از سرش روی مالش را گرفت و ازارش را کشید است. شما میبرین حرامی را پشتیبانی میکنین. انشاءالله رحمان بعد رمضان مبارزه ها دعوت ها بهتر می شود، سخت می شود. هر غمنیتی که می خواهد که ازارش رحمانوف کشد و در گردنش آویزان کند، مرحمت با رحمانوف رود بپیوندد. هر امنیتی که می خواهد که فرد دینش را یعنی مقدساتش را حفظ کرده این عالم را با سری بلند پدرود میگوید با ما می پیوندد. این پرخوک رحمانوف را قتل کردن فرض شدگی است. والله بالله تالله سر این را با کارد کند کنده پرتافته آتش زدن فرض شدگی است. هموطنان عزیز، دینتان از بین برده. سبحان الله. شما چرا میترسین؟ چرا میترسین؟ میلیون ها آدم مردند و رفتند. هزارها آدم در ایران بگناه مردند از ظلم و ستم، از بمباران یهود و امریکایی ها. شما برای چی میترسین؟ از کی میترسین که اینقدر خاموش هستین؟ شما از یک پرخوکی که در طول 35 سال یک دندان کوک نبرآورد، از همین حرامزاده میترسین؟ شما چی با اینقدر بی غیرت و بی جرأت شدین؟ ملت تاجیک، این ملت بزرگ این پرخوک به کجا آورده رساندید؟ کنی اون جوان مردا یک سینه میزدن که ما یعنی دین اسلام را پاس میداریم. کجا شدین شما؟ این علماهای خدا هم خیلی زد است که همش تلخ کفن، همش مایلیسی همین پرخوکن. یک کس برآمده حتی لب وانه میکنه که تو حرامزاده چیکار کرده ایستاده ای؟ تا ترس، با ترس و وهم نزد پروردگار خویش رفتن این شرمندگی است. خوبش برای خودت را بدار آویزی، همین بهترین است که یعنی تو غیرت و جرأت نکردی مقابلیت کنی بر ضد یک کافر مطلق به نام امام علی الکشی حرامزاده دشمن. خودم را بدار آویختم. تو باید این کار را میکنی بهترین میشود تا خاموش ایستادن، تا ترس و وهم این را قبول کردن. تا هموطنان عزیز، این حاجی میرزا این دیگر و دیگراش همش پشتیبان همین ظالمی بدبخت هستند. امروز دینی ما رو از بین برده ایستادن. همه اینا خاموشند، همه اینها یعنی در دهانشان آب گرفتگی‌اند بر ضد این پرخری حرامزاده دشمن ملت تاجیک. هیچ سخن و هیچ گپی نمیزنند که شما چرا بر ضد دین ما برآمدید. این حرامزاده ها والله بالله تالله جنگ اعلام کردن بر ضد الله و بر ضد رسول الله و بر ضد مردم مسلمان تاجیکستان. تا کی ما خاموش میستیم؟ مردم تاجیک همه فاحشه کرد. تمام مادر و خواهر تاجیک را برآورده. سبحان الله. همان در فاحشه خانه هایی که در همون گستینیسه هایی که کشادگی نوار کرده برآورده نشر کرده، مردم بیگانه را مردم اجنبی را رکلام دارد که انا نگاه کنه اینو ما یعنی بردیم، یعنی اینو ما تشخیص به گذراندیم، مرحمت بیاین. فاحشه خانه اینجا است گفته. سبحان الله. تا کی شما کجا شد جوان مردی شما مردمی توجی؟ حالا این رمضان به صبر میکنیم، بعد رمضان درباره دخترای تاجیک سبحان الله چی نامعقولی ها کرده گشتن در گرجستان. در این باره ها معالی نوار میکنم که تا کی ما بی غیرت و بی جرأت و شرمنده سرخم میگردیم؟ تا کی؟ سبحان الله. یک گپ ها آمده رسید به ما که این دخترای تاجیک چیکار کرده گشتن به خاطر پول و مال اینجا با. این همش از دسته پرخوک رحمانوف، از دسته همین حرامزاده مادر به خطای خودکامه این مادر و خواهر تاجیک آمده در دولت های بیگانه یک کار را با دست زده گشتن که سبحان الله نعوذ بالله. این حتی آدمایی که همون بیدین این کار را نمیکنن.
این چی گپ و این چی زندگی و این چی دینداری و این چی سبحان الله زندگی است که من نمیفهمم. به خاطر پول و مال در بدر و خاک بسر شدین. میلیون ها دلار کار کنین که فرد و مادر و خواهرتون رو نجات داده نمیتوانین. وقتی که این حرامزاده ها آنها را به عفت و به ناموس و به شرف کنن. نعوذ بالله. تا کی سبحان الله در بدر میشوین؟ تا کی خاک بسر میشوین؟ تا کی یک حرامزاده که امروز در ماه شریف رمضان، این ماه یک بزرگه که این مردم باید 24 ساعت برق داشته باشند، حتی حرامزاده در تاریکی مردم را گذاشت. این حرام نجس مادر به خطا. همین بود. سبحان الله. نمیدونیم دیگر چی گوییم هموطنان ما. کی مردم بیدار میشوند؟ کی مردم سبحان الله چشمش باز میکند؟ کی مردم این حرامزاده ها را میخیزند و با بیل و کلند و با سلاح و با سنگسار میکنند؟ من نمیدونم. وقتی که ناموس و شرفتان از دست رفت، عفتتان از دست رفت، بخشش مادر و خواهر و دخترتان را تجاوز کردن. هر روز یک دختری تاجی گم شده است. این چه خیلی غمنیت است. هموطنان عزیز، بعد فایده ندارد بیدار شوی شما. ما حال کم فرصت داریم که این اولاد حرامزاده را، این اولادی که این ملت را ناموس و شرفش را از بین برده ایستاده است، اینها را پال نستیمان نیست و نابود کنیم. از یک لب این حرامزاده ها را باید ما سرنگون و نیست و نابود کنیم. پریچینش اینها بر ضد دین ما برآمدند، بر ضد مقدسات ما برآمدند، بر ضد الله یکا و یگانه‌ای که ما را آفریده است، بر ضد الله ما، بر ضد رسول الله ما محمد صلی الله علیه و سلم برآمدند. اینها یک ذره خونی تاجیکی ندارند. تاجیک هرگز و هرگز این کار را به سر مردمش نمیکند. این حرامزاده مغول و منغیت با یک توده اوباش حرامزاده که رفته خانه به خانه مردم را عذاب و آزار و اذیت دارند در ماه شریف رمضان، با حضور سلاح اینها سرنگون میشوند. اینها با گفتن به خوبی هیچ نمی روند. هموطنان عزیز، ما ان شاء الله رحمان بعد رمضان با برادران ما نوار کردگیم. فقط اون نوارا ان شاء الله بعد رمضان نشر می شود. نشر میکنیم. این ملت ما باید بیدار شوند. بار دیگر تکرار میکنم، هر امنیتی که میخواهد که مادر و خواهر و دختر و زنش و ینگش و اپش و همش فاحشه شوند، روند همون رحمان و پشتیبانی کنند. ما اونها با کار نداریم. هر امنیتی که ننگ و ناموس دارد، عفت دارد، شرف دارد، مادر و خواهرش را یعنی حفظ میکند، مرحمت با ما بپیوندد. ما انشاءالله رحمان راههایی که چخیل این توده اوباش را نصف میکنیم سرجمانه، یعنی با یاردم همدیگر بعد رمضان اعلام میکنیم. این توده اوباش باید از بین روند. باید ما زیرک باشیم. باید ما هرگز و هرگز از این توده اوباش بی خدا نترسیم. هموطنان عزیز، باید ما با غیرت و با جرأت و با ناموس باشیم. دیگر ما هیچی نمیخوایم. هموطنان عزیز، ما تنها هدف ما مردم ما را آزاد گذاشتن است. مردمی که اینا بی ناموس و بی شرف دارن. در همون مهمان خانه ها میبینی مادر و خواهر تاجیک الکی کنی لوچ رقص و بازی دارن. سبحان الله. نعوذ بالله. ما میخوایم که این مردم فردا پند و حکمت های شخصانی که دین اسلام را درست میفهمند دعوت کنن، گوش کنن، اصلاح شوند. و شخص ها را در همین راه های بد همین توده اوباش با سرداری پیرخاک رحمانوف بردن. آنها اصلاح میشوند. آنها از الله خود میترسند. انشاءالله رحمان تاجیکستان یعنی گلستان میشود. حرامزاده تاجیکستان به پیش گفته تاجیکستان تاریکستان کرد. اکنون میخواست که تاریکستان فاحشستان کند. این بدبختی مادر به خطای دشمن ملتی تاجیک، این پرخوکی مادر به خطایی که سبحان الله تا این درجه آدم بی ناموس و بی شرف میشده است که در ماه شریف رمضان روی این مردم رو خانه به خانه کشاله کرده گیری و با تلفن هاشان ببری. سبحان الله.
شما کیه؟ شما حرامزاده ها، شما تودای اوباش امروز همه ملت تاجیک را اکستریمیست و تروریست اعلام کردین. این مردم کجای ترک کن؟ این مردم کی قتل کرد که شما این مردم آزار دادین؟ تروریست پرخوک رحمانوف، حرامزاده یتیموف، رمضان رحیموف، مغول و منغیت، همین حرامزاده ها تروریست و اکستریمیست هستند. این ملت هیچگاه و هیچگاه نه تروریست بود، نه اکستریمیست بود، نه آدم کش بود، نه اون کسی قتل کرده بود. باید این ملت همین تروریست هایی که این مردم را قتل و کشتار دارن و گناه خودشان را به گردن این مردم کرده ایستادن، اینها را باید نیست و نابود، قتل و سرنگون سازن، تروریست و اکستریمیست از بین رود. همین بود. بعد رمضان انشاءالله الرحمن منتظر باشتان صحبت ها را، یعنی برآمد ها را، دعوت ها را، و بیدار شویتان. دین ما را از بین برده ایستادند، ولی بردن نمیتوانند دین ما را، فقط ملت ما را به ناموس، به شرف، به عفت میکنند. دین الله را هرگز و هرگز هیچ اجنبی، هیچ بنده کافری که همون الله یک یگانه وی را آفریده است از بین بردن نمیتواند. پس این ملت باید با سری بلند فردا به نزد پروردگار خویش برگردد. این پرخوک حرامزاده میخواهد که زردشتی ها را، همین دین زردشت را جاری کند و این مردم را جاهل و نادان کند. خیال کرد که دیگر آدمی دعوتگر نیست که مردم این راه اشتباه است. باید ما انشاءالله الرحمن دین اسلام را مستحکم داریم. باید ما دعوت کنیم که مردم فردا با سری بلند نزد پروردگار خویشش برگردد. این حرامزاده اشتباه کرد که این خیلی آدم ها هستند، هرگز و هرگز نمیگذارند که این ملت را گمراه، جاهل و نادان کنند. همین بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشتم، نترسیتان، ترس را طلاق کنیدان.